Ulu Tanrı adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 62 در خدمتتون خواهم بود. چند دقیقه قبل برنامه 61 رو اجرا می کردیم. بیشتر وقت ما سپری شد بر دانلود حدود 50 جلد کتاب فکر می کنم و شاید هم بیشتر کتاب و همچنین صرف این شد که ببینیم صائب تبریزی شعرهای ترکی و فارسی گفته یا نه. به هر حال اون زمان می برد، برای همین برنامه رو تموم کردیم و با کتاب دیگری شروع می کنیم که ببینیم ترک‌ها در آثار تمدنی خود چه شاهکارهایی رو ایجاد کردن. خب کتابی رو که امروز الان باز کردم برای اینکه اینو بخونیم با هم دوستان، اسمش هست حکمت. ببینیم که منظور از حکمت چی هستش. این کتاب در 1228 قمری نوشته شده، یعنی حدوداً 220 سال پیش، مثلا در 186 صفحه. الان کتاب رو فقط در عرض 1-2 دقیقه 3-4 دقیقه فیزیکی ببینیم که کتاب چی هست. با جلدش آشنا میشیم، با صفحه داخلی و با صفحه اصلی کتاب آشنا میشیم. کتاب ترکی هستش، فقط این کلمه رو دیدم اولدوغنه، از اینجا متوجه شدم این کتاب ترکی هستش. حالا برمیگردیم با متن آشنا میشیم. اینجا میبینیم که متن رو در کادر قرمز رنگی قرار داده و اینجا میبینیم جایی که کادر رو بعد از اینکه متن رو نوشتن کشیدن. برای همین میبینیم اینجا مثلا ربنا، اینجا یه حرکت گذاشته و این چون از خط عبور کرده اونجا خط رو که قطع کرده. یعنی نگاه بکنید اینجا هم همینطور. این هم نشون میده که این کادر بندی کتاب بعداً انجام شده. اینجا میبینیم که مثلا یک چیزی رو انجام در این حال با همین مثلا در مورد شاه اسماعیلی کتاب که خوندیم کادر بندیش با رنگ سیاه بود، یعنی متن رو با سیاه نوشته، قلم سیاه نوشته بود، کادر رو هم قلم سیاه نوشته بود، نقاشی هم سیاه کرده بود و رنگ هم نکرده بود. ولی اینجا میبینیم که از رنگ سرخ برای نشان دادن هم کادر کشیده، هم نشان دادن اهمیت بعضی از کلمه ها. مثلا اینجا نگاه کنید، پاراگراف هستش، بیت هستش، مثل نقطه ازش استفاده شده. اینها رو میبینیم. در اصل یک نوع ویرگول رو هم میتونیم بگیم کشف اینها بوده، چون که بعدا نشونتون میدم. نگاه کنید اینجا خط ها رو، اینجا پس هست، نگاه بیت، این نقطه رو ببینید با قرمز گذاشته دوستان. حالا امروزه این نقطه رو استانداردش شده، تبدیل شده به کوچیک میذارن و با رنگ چیز هم مشخص نمیکنن دیگری، عین همین. ولی در اون زمان نگاه کن، این یک نوآوری در ادبیات بوده، در تولید متون مکتوب بوده. حالا من رسیدم در جاهای مختلف این رو اشاره خواهم کرد. نگاه کنید این قرمز ها، نقطه های قرمز همون مفهومیه که امروزه استفاده میشه. ولی وقتی هم میخواد یه شعری رو بیاره مینویسه بیت یا مثلا مثنوی یا مصرع، اینجور چیزا رو مینویسه و اگر هم عربی باشه اونها رو هم مشخص میکنه. خب کتاب به نظر من گرچه سطرها به هم نزدیکن، اما کلمه ها هم تا حدودی به هم نزدیکن، یعنی به هم تقریبا چسبیدن، ولی قابل خوندن هست. من فکر میکنم در خوندن این خیلی مشکل پیدا نمی کنم، برای اینکه این شبیه حروف چاپی هستش. در نتیجه من با این راحت تر خواهم بود. حالا این کتاب رو بریم مثلا یه صفحه پایین تر، مثلا ببینید اینجا فصل حکمت نفسیه فی کلمه شیشیه. حالا نگاه کن، این جالب خواهد بود. شیشیه چی هست؟ نفسیه و شیشیه و اینا خیلی جالبه. این در رفته در رابطه با عقاید نهله‌های مختلف فکری هم کتاب نوشته. اینجا پس هست. من یادمه وقتی قرآن پدرم خدا بیامرز یاد میداد این رو یس میخوندم
بعد پدرم با یه شپلق به من گفتش این گس نیست یاسینه. خدا بیامرزدش. اینجا هم دوباره سبوحیه ببینید، و فی کلمت نوهبه یا نوحیه، نوحیه هستش، این نوحیه اینم سبوحیه. حالا اینها رو میبینیم که تلاش بکنیم اگه برسیم به اینها، خیلی جالبه که افکار اینها رو بدونیم. افکار نحله های مختلف فلسفی رو، فص و حکمت حقیه فی کلمت اسحقیه، این حقیه هست در کلمه اسحقیه. اسحاقی ها در مورد حق حالا یا در مورد فلسفه مثلا در یه بخشی از فلسفه چه فکر میکنن. حالا من دارم فقط از این طریق متوجه شدم اونجا نوحیه بود مثلا. حالا دیگه برنگردیم اگه دوباره شد میگم توضیحش میدم که چی هست. به نظر من خیلی کتاب اینجا بعضی از کلمات رو میگیم خیلی کلوفتر نوشته شده، یعنی نه تنها زیر بعضی از کلمات خط میکشه، بلکه اون کلمات بسیار مهم رو حتی کلوفتر با فونت بگیم، امروز فونت میگن به اینها، با کلمات رو ریز و درشتیشو تغییر میده که بگه اینجا خیلی مهمه. در این صفحه کلا خیلی مهمه از نظر نویسنده. مثلا اینجا رو نگاه کنید، فص و حکمت و نوریه فی کلمت یوسفیه. یوسفیه در مورد مذهبی داره به معنی یوسفی ها، طرفداران یوسف یا اون فکری که یوسف حالا هر کی بوده ایجاد کرده. در مورد نوریه حالا یه چیزایی گفتن که ببینیم چی هست. خیلی جالبه، این کتاب فلسفی هست. فصل حکمت قلبیه فی کلمت شعبیه. شعبیه ها ملیگرایان در مورد حالا قلبیه چی هست، معنی فلسفی قلبیه چی هست، اینو باید بعداً مأخوذ از حضرت شعیب هست. این شعیبیه این امروزه شعب البته نه شعیب، شعب امروزه به معنی ملت به کار میره، ولی ظاهرا در اینجا این شعبیه هستش، یعنی به معنی طرفداران شعیب پیغمبر گفته میشه. حالا به اینها پیغمبر میگه برای اینکه یه فکری داشتن که تو جامعه مخالف اون فکر بود و این فکر تازگی داشت در اونجا. فکر می‌کنم پیغمبران، همه پیغمبران به خاطر فکر جدیدشون پیغمبر هستن، فکری که جامعه نمیخواد بپذیره. این خیلی مهمه. فصل احتمالا فصل هست یا فصل هستش. حکمت نبویه فی کلمت عیسویه. حالا در کلمه طرفداران حضرت عیسی داره بحث میکنه. همونطور که عرض کردم به نظر من میاد که پیغمبران کسانی بودن که حرف جدیدی برای گفتن داشتن. در نتیجه اگر این رو نگاه بکنیم بسیاری از فیلسوفان در دنیا پیغمبر حساب میشن. فصل حکمت وجودیه فی کلمت داوودیه. درباره وجود و عدم احتمالا اینجا بحث میکنه، احتمالا وجود و حداقل اینجا بحث میکنه، احتمالا اینا برمیگرده به حضرت داوود مثلا نمیدونم. جالب هست آدم بتونه وقت داشته باشه اثر کنه. حکمت نفسیه فی کلمت یونسیه، در مورد نفس و اینجور چیزا یا جان انسان و در سخنان مکتب یونسیه. اینجا هم فصل حکمت غیبیه فی کلمت ایوبیه. غیبت رو اینجا بحث میکنه در کلمه ایوب، در مکتب ایوب. کلمه اینجا به معنی مکتب هستش. فصل حکمت مالکیه فی کلمت زکریاویه. زکریا احتمالاً این زکریا پیغمبر باشه. حالا اینجا این در مورد مالکیت چی میگه؟ این جالبه. این الدعوت یدی و هذا ابوالحکمه مالکیه. خب حالا بعداً اگه فرصتی شد میتونیم اینو ببینیم. حکمت احسانیه فی کلمت لقمانیه. حالا در مکتب لقمان هم احسان چی هست؟
حکمت امامیه فی کلمت هرونیه یا هرونیه. این هم هارون احتمالا باشه. این هم امامیه در مفهوم امامیه چی هست، این جالب خواهد بود برای ما شیعه ها که بدیم. حکمت علویه فی کل موسوی، کلمت موسویه. موسویه هم حضرت موسی هستش به احتمال قوی که ببینی حکمت در زمان در مکتب اونها حکمت العلویه یعنی اعلا، اون حکمت اعلا از نظر موسوی ها یا طرفداران حضرت موسی چی هستش، جالب خواهد بود. همین این سرفصل ها رو به ما نشون میده که کتاب فصل احتمالاً فصل هستش، فصل حکمتون فردیه فی کلمت محمدیه. اینجا هم فردیت چی هستش. حالا این احتمالاً ایندیویدوالیسمی که امروزه بهش گفته میشه احتمالاً در اینجا میشه، اما به نظرم این محمدیه منظورش حضرت محمد خواهد بود. منظورش، حالا من نمیدونم، این نخوندم، نمیدونم. اینجا کتاب تمام میشه. حالا برمیگردیم ببینیم که این کتاب رو در چه تاریخی نوشته. برگردیم اول کتاب. اینجا یه نقاشی اولش با دو رنگ نقاشی کرده، زیتونی و حالا یه مقدار چیز جالبه. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد لا یعد و لا یحصا و شکر بی همتا و بی منتها، اول علیم حکیم اولان خدای ذوالعطای چی. حتی اگر این خدا باشه اینو تبدیلش کرده به خدا تا از ترکی جدا کرده باشه، حتی اگر اون باشه. خدای ذوالعطای کی فسوس قلوب ارباب خصوص نگوش حکمت و زیب زیور معرفت لمزین و مجلا قلوب صفایه سعائف وجود لریندن افکار دنیا و کارما دنیا. و اینجا یه چیزی هستش که نمیتونم بخونم. دنیا و کارما سوای و این ژ هستش جن کارما سوای. حالا این چی هست واقعا نمیدونم. کارما سوایی مسفله تجلی احدیت لسلوب جام جهان نمای ذات لرون مرآت صور مخدرات حقایق اسما و صفات قلدی و تحف تحیات جهان آفرین و تسلیمات زاکیات حضرت رب العالمین اول سید المرسلین و سند الاولین و الاخرین حضرت لرنین روزه رزیه سعادتگرین و مرقد سنیه لطافت نشرین لری üzerine فی کل الآفاق و هین و ول الاوقات و هین و اصل و قرین اولسون کیم فس. اینجا فس حالری فس نمیدونم چی هست در اصل، باید برگردیم لغتنامه رو ببینیم. حالری نقش معنایی و ما ارسلناک معنای و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین معنای و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نسیل مزین علوب خاتم کمال لری فهوای ولکن رسول الله و خاتم النبیین عنوانی لمعنون المشدر بیت. پیروزه فلک بندی در کف وجود نام محمد اربندی نقش آن نگین. حالا این پس چیزه فارسی است. فیروزه فلک بندی در فلک بندی در کف وجود. حالا اینو دیگه در نمیتونم بخونم. نام محمد اربندی نقش آن نگین وجود. نازنین لری نقش نگین احدیت و خاتم جمیع نبوت. الدغنه bu نکته غرا و علامت و اشارت رعنا کفایت ادر که دهان گوهرفشانلری و دندان در و نشانلری
سنکله شکسته علوب، سنکله سن دندان ده، دندان عربیه ولی در بالا هم گفت دندان درون نشانلاری. سننله احتمالاً سنمکله، احتمالاً سنمکله باشه. شکسته علوب، سنمکله یعنی سنمخلا شکسته علوب. داره از دو زبان استفاده میکنه. فکر میکنم اینجوری باشه. ممکنه که سنگله هم ممکنه باشه با سنگ. سنگله شکسته علوب یعنی با یه سنگی زدن شکستنش. میان پرمیانه، میان پرمیانه از کلمات داره بازی میکنه. میان پرمیانه، مثلا پرمیانه حجر بسته olmuşlardı. میان پرمیانه شکمشو سنگ بسته بودن. میگن حالا مثلا تو اون چیز وقتی رفتن تحریم شدن، از جامعه طرد شدن، رفتن تا اون یه جای مال پدر بزرگش بود اونجا، حالا از گرسنگی میگفتن سنگ میبندن. منظورش این نیست که واقعا سنگ میبندن اینجا، چون سنگ بستن گرسنگی رو چیزی نمیکنه که، ولی خب منظور این که یعنی چیزی نمیخوردن دیگه. حجر بسته olmuşlardı. بیت چو خاتم بود جمیع انبیا را، از آن بر سینه بستی سنگ خارا. چو بودش زیر خاتم هر دو عالم، زدندش سنگ بر دندان چو خاتم. حالا همون که گفت دیگه سنگله شکسته علوب. این سنگ گفتم که قبلا یک کلمه ترکی هست به نظر من و کاربردهای مختلف شد در زبان ترکی. گفتم که چه کاربردهایی داره. در زبان فارسی فقط یک کاربرد داره، فقط اونم به معنی سنگه. سنگ خودش هم به معنی سنگینه، یعنی خود سنگ که ما میگیم به یک مثلا به یک وجودی که نرم نیست، کلوخ هم نیست، به اون سنگ میگیم، یعنی سنگین. و این از در زبان ترکی هست. بیتو خوندیم البته. خب و عقل کل و نفس کل نقش وجودlarına فس و ارگام و حروف کائنات خاتم حقیقتlarına مختص olduğu vasıtasıyla جمیع ملائک ارائک علیین و ساکنان آسمان و زمین اول حضرتün vücud purcudlerinden سائلین olmuşlardır. بیت ای خاتم کمال تو را عقل کل نگین و از صده جناب تو صدر نازنین و 100,000 صلوات اجابت قرین و بی شمار دعا و ثنای تحسین و آفرین اول حضرتون حالا نگاه از هاکزین و آل اولاد بهترین muhtedinleri üzerine her lahze mübelliğ ve mahdi olsun ki her biri din mubin ve şer'i mutin de kemal irfan ve yakin ile پیشوا و رهنمای مؤمنین olmuşlardır. اللهم صل علی محمد و آله و اصحابه بكل اوقات و حین و علی سایر الانبیاء و المرسلین و الاولیاء المتکلمین یا مکملین و المؤمنین الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین. حالا تا اینجا دیگه چیز رو تموم کرد. بذار ببینیم که چی میگه. اما بعد با علیل و غلیل و فقیر و ذلیل خیلی با کلمات بازی میکنه. علیل، غلیل، فقیر، ذلیل. اعنی شیخ، اسمش چیه؟ اسماعیل، شیخ اسماعیل المولوی الانگروی. خب این قبلا یک کتابی از این مولوی خونده بودیم. شیخ، پس اسمش چیه نویسنده؟ شیخ اسماعیل المولوی الانگروی. احتمالا این آنکارا هستش، انگروی، آنکارایی. کشف الله له الاسرار السوری و المعنوی زمانمده اولان. حالا کشف الله اینجاشو معنی بکنم، خدا اسرار سوری ظاهری و اسرار معنوی رو برای ایشون آشکار بکنه، کشف بکنه.
زمانimde olan طالبان طریق ایگان و شادبان رهیگ عرفان olan اخوانون محبت و میلانون ال سلطان زمره عارفان و برهان جمله واصلان و کاملان قطب المحققین و شیخ الموحدین اعنی کیم. حالا ایشون خودش یه شیخه، وقتی میخواد درباره شیخ ها صحبت میکنه میره سراغ شیخ قدیمیه. چی هستش؟ محی الدین الملت و الدین ابو عبدالله ابن محمد العربی طائی الخاتمی الاندلسی. برگشت رفت به این محی الدین عربی، خیلی مشهور در جهان اسلام، به خصوص در فقه و عرفان و فقه گفتم، در عرفان و تصوف و فلسفه فکر. حالا ایشون اونجا میگه که به ایشون تأثیر میکنه. اسم کاملش محی الملت و الدین ابو عبدالله محمد ابن العربی طائی الخاتمی الاندلسی رضی الله عنه و احبائه و جعل علی الدرجات مسواه حضرتlerinin کلمات سعادت حیات مزاحتlerine طالب و مائل gördüm lakin اکثری استخراج الفاظ و تراکیب و راجل oldukları sebebiyle bu lezzete nail ve vasıl olamıyor. Bu devletten bi behre ve bi hasıl kalmışlardır. Ve ol hazretün اغمز تصنیفاتندن. اغمز خیلی غامض خیلی پیچیده. اغمز تصنیفاتندن و اجمل تعلیفاتندن بری نقش فصوصدور که یکی از اون کتاب ها نقش فصوص احتمالا اسمش هست، نمیدونم، چون که گفتش که تعلیفاتندن بری نقش فصوصدور، یک کتاب اسم نقش فصوص که مطمح نظر ارباب خصوص و مطرح بصر اصحاب فحو صدر مع قلت الالفاظ و العبارات کثرت المعانی و فرق و اشارات دلالتی واردور حقا budur ki bu kitab müstetabdır ki kimyای معانیسی قلب ناقصی درجه کماله و عین الحیات و مبانیسی تشنگان حجاب و کثرت زلال و وصالی چشیده گلور. کثرت زلال وصالی چشیده گلور. بید ولو، حالا این عربیه، ولو نزحو منها ثرا قبر میت و لعادت الیه الروح و انتعش الجسم ظروف و حروفنده الوف و اسرار مندرج و سواد میدادنده صنوف انوار مندرجدر. خیلی داره چیز میکنه. البته بزرگان رو باید همینجوری که باهاش ما یاد گرفتیم که بزرگانمون رو تحقیر بکنیم، ولی در گذشته بزرگان علمشون رو، اجتماعشون رو تکریم میکردن. نگاه کنید با چه زیبایی اسم اون آدم رو براش صفتهای، ببینید یک سطر براش، 2 سطر براش نوشته اسمشو. از اینجا اگر نگاه کنید واصلان و کمالان قطب المحققین، از اینجا نگاه کنید بیش از 2 چیزه. قطب المحققین و شیخ الموحدین اعنی محی الملت و الدین ابو عبدالله ابن محمد ابن العربی طائی الخاتمی الاندلسی رضی الله عنه و احبائه و جعل علی درجات مسواه. نگاه کنید حضرتlerin، تازه اینجا به حضرتlerin میشه 4 سطر برای اینکه یک آدم بزرگ رو تکریم بداره. و ما امروزه به راحتی میگیم که مثلا ابو علی سینا، مثل این که بچه بی سوادیه یا حالا اینجوری، یا مثلا میگیم که علامه طباطبایی، یه جوری میگیم انگار که مثلا بچه هست.
بچه هم نه، این کار مثلا یه مرغ رو داریم میگیم مثلا. این کار رو با ما کردن برای اینکه تحقیر بکنیم، عظمت ندیم به این بزرگانمون. حالا ایشون در مورد این چیز هم همین کارو کرد. داره در موردش هنوز صحبت میکنه، میگه که خیلی آدم مهمیه، کلماتش، هر حرفی که در کلمه نوشته خودش یک کتابه و هر کلمش یک کتاب دیگری، خیلی داره و واقعا احتمالاً همین جور باشه. حالا دوباره رفت اینجا که حالا مداد و فلان اینا رو هم که گفت خیلی، یعنی مثلا یکی ظروف و حروف ده آلاف و الوف اسرار، الوف من هزاران اسرار مندرج و سواد مدادنده، در اون سیاهی رنگ مدادش صنوف اسرار مندرج دور. صنوف صنفها، یعنی مثلا در صنف اجتماعی میشه بقال، چقال، بازاری ها مثلا میشه زرگر، کفاش، نمیدونم لباس، اینجور چیزا بخش، اینا صنفن دیگه. میگه که برای هر صنفی یه چیزی داره. انوار مندرج در کواکب حقایق لمزین بر آسما و بیر آسمان و شقایق دقایق لمعنون بیر بوستان در بیر بوستان در، اون کلماتش یک بوستان سالک مسالک قربت اولندره ارائک وحدت و مدارک زلفت در و راغب رغائب معرفت و طالب مطالب اسرار و هویت اولندره سوامع اذکار و لوامع فکرت و جوامع آثار و قوامع عزت در. این آدم پر از لغته، لغت ها رو همینجوری چفونده کنار هم. نویسنده خیلی از نظر لغوی قویه، خیلی قدرتمنده. یعنی من اگه خودم رو با این آدم مقایسه بکنم میگم که من به اندازه ناخن انگشت اون مثلا سوادم نمیرسه. برای آقا اینجوری بوده، آدم ها زحمت میکشیدن، میخوندن. حالا درسته که زبان فارسی رو به کار برده، عربی رو به کار برده، همه رو به کار، و این توانایی ذهن این آدم این هر سه زبان رو حداقل قاپیده. خب میگه که لوامع فکرت و جوامع آثار و قوامع عزت در بیت کتاب کریم یوزه لاهلها، کتاب کریم یوزه لاهله رفیع الاستار طریقت رافع کتاب الاسرار الحقیقت حقیقت کاشف و شبه الارباب الفواید دافع له شرف الاعلى و قصر لفظه جوار لها عین الیقین ساطع. هنوز ادامه داره این شعر. فتبیانه للحق کالصبح الصادق و البرهانه فی الصدق کالسیف القاطع. پس الی هذا الایام بو کتاب بلاغت نظام و کرامت انجامن. حالا شرحینه عبدالرحمن جامیدن غیری. ببینید حالا عبدالرحمن جامی که خیلی مشهوره، ما بیشتر به شعر میشناسیم، ولی ایشون برای این کتاب حضرت محی الدین عربی یه شرحی نوشته و کرامت انجامون شرحینه در مورد اون کتاب داشت میگفت. کتاب اسمش چی بود؟ نقش فصوص. نقش فصوص رو این همه در مورد اون کتاب صحبت کرد که این که کتابی هست. حالا میگه که فقط براش یک شرح عبدالرحمن جامیدن غیری bir kimsenin اقدامی مسموعم علمده. نشنیدم که مسموع، میگه عربی خیلی داره چیز میکنه دیگه، میگم از سه زبان داره استفاده میکنه برای که اون مفاهیمی که دلش میخواد رو کنار هم بچینه و بنویسه. bir kimse اقدامی مسموع من نشد olmadı اما اول حضرتون شرحی دخی الفاظ عربی و عبارات فارسی ایله اختلاط و امتزاج ایلدیگی اجلدن اکثر طالبه استنباط و استخراجی اسرت و صعوبتن خالی دگیلدر. خب ببینید میگه تازه میگه عبدالرحمن جامی این کتابی که برای شرحی که برای کتاب نقش فصوص نوشته
از الفاظ عربی و فارسی استفاده کرده، امتزاج کرده، خودش این کار نمیکنه. یعنی خودش میگه که من ترکی دارم مینویسم، اونا عربی فارسی نوشته اون چیز، در حالی که از 10 کلمه 9 تاش عربیه به نظرم. اختلاط و امتزاج. خب حالا میگه که به خاطر همون سختی که این جامی داره از دو زبان استفاده کرده، اسرت و صعوبتن خالی دگیلدür. پس bu زلیل عقیل البضاعه عبارت ترکیده bu اسلوب جدیده. حالا این یه اسلوب جدیدی داره مینویسه، میگه آقا من در ادبیات یک روش جدیدی رو ایجاد میکنم. نگاه کنیم ما نمیدونیم این رو قبلا، یعنی ما باید به قدری کتاب بخونیم ببینیم که آقا قبلا در با چه اسلوبی کتاب‌های ترکی رو می‌نوشتن، الان ایشون با چه اسلوبی داره کتاب‌های ترکی و به خصوص عرفان رو، فلسفه رو می‌نویسه. ببینید عبارت و قلیل بضاعه عبارت ترکیده bu اسلوب جدید üzere شرح و بیان اتمهی روا و پسندیده gördüm. طالبان ایگان و راغبان علم عرفان اولنلره قرائت و مطالعه سهل و آسان اوله. bu کار زبده. این حالا بونا، ببخشید این باز که روش 3 تا نقطه گذاشته. بونا زبدت الفحوس فی نقش الفصوص دمکل نام و نشان وردیم. حالا اسم این کتاب چی شد دوستان؟ حکمت نیست. ما برگردم اول کتاب ببینیم اولش اسمش چی بود. حالا ببینیم اینجا اسمی براش گذاشته بود؟ نه اسمی نذاشته، ولی اینجا داره میگه که اسم کتاب رو گذاشتم چی؟ اوله. بونا زبده. بونا اسم کتاب چیه؟ بونا زبدت الفصوص فی نقش زبدت الفحوص فی نقش فصوص. اسم کتاب اینه، زبدت الفحوص فی نقش فصوص. این فحص و جستجو. زبده یعنی حالا بگیم که سرآمد، بگیم چی بگیم؟ زبده رو اینجا فحوص فحص کردن، جستجو کردن، تحقیق کردن در چی؟ در نقش فصوص. نقش فصوص همون کتاب قبلی بود. این میگه من یه تحقیقی در اون کردم، اسمشو این گذاشت، پس اسم کتاب شد زبدت الفحوص فی نقش فصوص. تمام. دمکله یعنی این کتاب رو با این نام و نشان وردم و بویر نقصانون. بو کارشاندن بو کارشاندن مرادی بو کارشاندن نمیدونم یعنی چی. بویر نقصانون بو کارشاندن مرادی علم و عرفان ile عنوان bulup مشار الیه بالبنان olmak değildir. بلکه bu vesile ile طالبان و مستشردانون خیر دعاسine مظهر olup دخی سلک شارهان و سمت محبان و معتقدان و محققان و کاملا ندخول زفر bulmakdır. کاملانه دخول زفر bulmakdır. حالا میگه که من رو در داخل چیز بذارید دیگه، نویسندگان و اینا قرار بدید، عاشقان استاد قرار، محی الدین عربی قرار بدید. حالا ادامه داره، بذارید بخونیم ببینیم به کجا میرسیم. بعد پس ارباب ذوق و وجدان و صاحبان علوم و عرفان اولان صاحب دولتlerden انسان ها، یعنی مرجو و مسئولdur. مرجو یعنی رجاء ederim و مسئول خواهش ederim ki سمت عیب بینلکten بینلکten سمت بینlikten، بین فارسی اگر باشه بینlikten عیب görmek، سمت عیب bilmekten گذران olup یعنی در پیدا کردن عیب نباشید، عیب ها رو نبینید. گذران olup bu پر معایبت دیده عیب پوشیله نگران اوله. بر این کتابی که پر از معایبه با دیده عیب پوش بنگرید، نگران اوله.
انگار اصلا فارسی استفاده نکرده، عربی استفاده نکرده. اولالر کلام مشهور یک کلام مشهور هستش که لکل جوادن کبوتون و لکل صارم لبوتون و لکل عالم حفوتون. تا تیغ زبان کشیدن اید هوسم، تا تیغ زبان کشیدن اید هوسم. اعوذ بالله من طاعنین و تنقیس الجاهلین و سواء اوهام المتعاندین و اقاویل المنکرین المعاندین. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. قال السلطان الواصلین و برهان العاملین. خب حالا دوستانی که از اول احتمالا دیده باشن، من گفتم سرفصلا چی هستش. این از اینجا شروع میکنه. این سرفصلا رو خودش نمیگه، این میگه که محی الدین عربی رحمه الله از اینجا به بعد میگه چی گفت. قال سلطان الواصلین و برهان الکاملین. اون استاد چی گفت؟ فص کلمت الالهیه فی کلمت الآدمیه. کلمه الهیه در مکتب حضرت آدم احتمالاً. حالا این جمله رو ایشون گفته، ببینیم که چه توضیحی خلاصه ازش بخونیم. من میخوام هر فصل سرفصل رو 1-2 دقیقه بخونم. فصل بیر شیئین. خود فصل کلمه فصل چیه؟ فصل بیر شیئین خلاصه و زبدسنه درلر. فصل خلاصه یک چیزی هستش و گزیده، زبده گزیده درلر و دخی شل yüzük گاش ندرلر. به این گاش، حالا من چی بگم اینجا رو، این گاش yüzük انگشتر، این وسطش انگشتر این بالا یه چیزی داره، به اونجا هم به گاشش هم میگن چی؟ فص درلر. چی؟ صاحبینون نامی آنده مکتوب اوله. به شرطی به اون اینجا نگین انگشتر گفته میشه فصل که نام صاحبش اونجا باشه. یعنی چی؟ یعنی مهرش دیگه، اون مهرشه اونجا. نافی مکتوب اوله، صاحبینون نامی آنده مکتوب اوله و ایکی کلمنین ملتقا و مجمعین فصل و هر امرون مفصلین فصل درله. میگه که دو کلمه ای که به هم بچسبن، ملتقا بشن و جمع بشن، بهش میگن فصل. و هر کاری که امر باشه، که اونو مفصل انجام بدی، امر باشه، میگه اونم فصل بهش میگن. میگه برید مثلا یه ساختمون بسازید، یه جمله، این فصله. خب ببینیم چی میگه. میخوام ببینم این جمله رو تعریف میکنه، من با این کتاب چجوری باید آشنا بشم. درلر فصل درلر حکمت حقایق اشیایه و اوصاف و لوازمینه علا ماهیه عالم او المقدور مقدر او المقدر و مقتضاسیل عمل گل مقدور. خب میگه که حکمت حقایق اشیا ذات، حالا اینجا دیگه حقایق میگه دیگه، من باید ببینیم حقایق معنیش چیه. حکمت اگه فلسفه باشه، فلسفه یا فهم باشه یا اندیشه باشه یا تو چیز düşünüş باشه. Eşyanın حقایقın düşünüşüne و اوصاف و لوازم او اشیایی که ماهیتش چی هستش، اون عالم المقدور. عالم بشید میشه فصل. پس اگر یه چیزی رو بخواید حقیقتش رو بفهمید و اون اوصافش چی هست، لوازمش چی هست و اون که ماهیتش چی هستش، میشید عالم المقدور. فصل دماغ یعنی عالم شدن. پس اینجا تا اینجا این فهمیدیم که این هست. و مقتضاسیل عمل گل مقدور و عمل کردن هست بر اساس اون شناخت. و الهیه، حالا اینجا الهیه گفتش، الهیه یا الهیه و الهیه شل مرتبه جامعه اسمی دور. میگه
الهیه نام یک جمعیتیه که در مورد یک چیزی هم فکر هستن، که در مورد الهیه هم فکرن دیگه. اینا الهیه شول مرتبه جامعنون اسمیدür ki اول مرتبه جمعی اسما و صفات حاوی و جامع اوله و bu kitabı da her mevzide ki kelime zikr olunmuştur ki her bir peygamber nispet olunmuştur. پس اینجا درباره مکاتب پیغمبران صحبت میکنه که گفتم اگر درست فهمیده باشم هر پیغمبری یه فکر جدیدی رو به جامعه عرضه میکنه که جامعه باهاش مخالفه، چون تازگی داره و انسان‌ها با چیز جدید تقریبا همساز نیستن. kelime zikr olunmuştur ki her bir peygamber nispet olunmuştur. Murad ol peygamberin ruhidir. Nitekim bu faslin آخرinde Hazreti Şeyh buyurur. میگه در آخر این فصلی که مربوط چی بود؟ فصل حکمت الالهیه فی کلمت آدمیه. این میگه در اینجا آخر این فصلی که داره شیخونا باید بگیم دیگه، عربی داره میگه که چی گفته؟ فصل آخرinde حضرت شیخ buyurur و فصل کل حکمت الکلمت منسوبه الیها. میگه فصل چی هست؟ تعریف میکنه فصل. خود عارفمون محی الدین عربی اینجوری تعریف کرده، گفته فصل کل حکمتون، تمامی اون شناختیه، الکلمتون منسوبه الیها، کلمه ایست که به اون شناخت منسوب داده میشه. پس فصل چیه؟ کل اون دانش هایی که ما در مورد یک کلمه میفهمیم. اون کلمه یه چیزی رو توصیف میکنه دیگه. مثلا میگیم کتاب، هر چیزی که در رابطه با این کتاب ما میدونیم، کلمه کتاب و اون صفاتش چیه، لازماتش چیه، لوازمش چیه، ماهیتش چیه، این مجموعه شناخت ما که ممکنه یک کتاب در مورد کتاب بتونیم بنویسیم که کتاب یعنی چی، اون میشه چی؟ فصل. کتاب، کلمه کتاب میشه فصل برای اون کتاب که مثلا اولش روی سنگ یا آجر نوشته میشده، بعد روی برگ‌های یه درختی بوده نوشته میشده یا یه رویدنی بوده نوشته میشه، بعد روی چوب نوشته میشده، بعد روی چیزهای دیگه و یواش یواش کاغذ به وجود اومده و بعد کاغذ به این شکل در اومده، بعد پوست بوده، بعد اومده اینجوری شده دیگه. کل مجموعه این حالا جنسشون چیه، وزنش چیه، اندازش چیه، چه تغییراتی کرده، همه اینها با خودش یک کتاب میشه. یعنی هر حکمتون محل نگوشی اول نبینون روحیdir ki hikmet anın kelime ruhine nispet olunmuştur ve ervah enbiyaya kelimat-ı tabiri bu cihettendir ki huruf nefs rahmaniyeden her nebi bir heyet-i içtimaiye hurufi harfiye gibidir. Anın için cem-i kainat ve mevcudata dahi kelimatullah itlaq ederler. Nitekim bu ayette bu manaya işaret vardır ki Hakkı Celle ve Ala buyurur: لو كان البحر مداد الكلمات ورب كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وكلمات لفظية إنسانية إليها إنسانية إلى أرواح أنبياء و اولیا و جمیع اشیانون ما بیننده وجه مشابهت budur ki bu ayan موجودات جمیعا nefs rahmaniyeden ibarettir ve meşayihün nefs rahmani dedikleri oldur ki nefes tenfisiden ma'khuzdur. Tenfis batinden zahire irsal havai hare edip irad havai baride kılmaktır. لترویح الوجود عن الکرب زیرا تنفس olan kimse تنفس اتمز الا دفعا عن الکرب. پس مشایخ حالا دیگه وارد بحث این شد. حالا میخواد البته خوندن این بحث برای اینکه این کتاب رو بفهمیم، خوندن این بحثی که مربوط به گفتیم آدمیت بود، اینجا در صفحه بالا گفت چی؟ فصل و حکمت الالهیه فی کلمت آدمیه. برای اینکه بقیه فصل ها رو بفهمیم باید این فصل رو بخونیم، چون که تک تک این کلمه ها رو
فصل چیه، حکمت کیه، الهیه چیه، فی کیه، کلمه کیه، آدمیه کیه، اینا رو توضیح خواهد. مثلا ما کلمه یعنی چی، این رو از نظر عرفان نه، از نظر علمی و تخصصی باید بفهمیم. حالا من تلاش میکنم ببینم میتونم این کلمه رو پیدا بکنم که چی هست. من البته گم کردم که تا کجا خونده بودیم. بله اینجا تا اینجا خونده بودیم. حالا ببینید انسانیت اعیان، حالا توضیح میده کلمات رو یکی یکی. ما در اینجا با فلسفه آشنا میشیم و این خب بسیار مهمه. حالا من میرم فصل بعدی که ببینیم اگر بشه شاید اونجا خلاصی از این بحث رو، هنوز اون بحث اول، فصل اول ادامه داره ها، اون آدمیت و اینا، حضرت آدم و اینا، اون بحث ادامه داره برای اینکه پایه بحث‌های بعدی خواهد بود. حالا ولی من همینجوری میرم که ببینم اگه شد. اینجا فصل حکمت و نفسیه فی کلمت شیشیه. فصل و حکمتون و کلمنون معناسی سبقت ایلدی، تکرار احتیاج بود. میگه که قبلا کلمه، ببینید همین که گفتم، فصل و حکمت رو گفته قبلا، معناسی سبقت ایلدی، تکرار احتیاج یکتور. نفس اینجوری باید عربی اگه بخوایم بخونیم باید نفس لغتینده. حالا یه چیز جدیدیه، لغتینده رخوان ارسال نفس اتمکل درلر. نمیدونم یعنی چی، چون اونجا رو نخونده بودم. حالا اینجا این رخوانم اومده، نمیدونم این رخوان چی هست. رخوا ارسال نفس اتمک درلر، یعنی او فرمون نه اینم نتکم یعنی او فرمون نتکم ارباب عزایم بعض مرزون صحتی için افسون edip ufurlardır. ufurmek یعنی ufurmek. حالا اینجا ببینید یعنی افورمک نتکم ارباب عزایم بعض مرزون صحتی için افسون edip ufurlar. افورمک اونجا هم من فرم خوندم غلط خوندم. فرم وقتی کلمه رو بعدن خوندیم دیگه به افورمک باید باش بخونیم، اون دیگه نون نیستش. افورمک نتکم ارباب عزایم بعض مرزون صحتی için افسون edip ufurlar و bu محلده ارسال نفس رحمانیدن استعاندر یعنی ماهیات ممکنه. ببینید داره از لغات فلسفه صحبت میکنه. احتمالا ماهیت رو در اونجا، چون گفتیم ماهیه، اون ماهیت رو باید بحث میکرد، اونجا توضیح داده ماهیت یعنی چی. حالا در اینجا داره ممکن یعنی چی، ماهیات ممکنه. فلسفه ده این در فلسفه بحثی است. واجب الوجود هست، ممکن الوجود هست، ماهیات هست، جوهر هست، عرض هست، اینجور چیزا هستش. حالا این داره میگه که ماهیات الممکنه یعنی چی. میگه که ماهیت رو در اونجا گفته بود، یعنی ماهیات ممکنه üzere افاظه وجودیدن استعان اوله و یا خود اول نبینون الگای علوم و حبیه. اونجا حبیه بود، اونجا توضیح داده. حالا اینجا بیا اینها رو چون نخوندیم دیگه میفتیم تو گل، باید از اونجا شروع بکنیم بیایم اینجا. من فقط و ارسال عطایای الهیه قلمدن مستعار اوله کما قال رسول الله علیه السلام این روح القدس نفس فی روحی این نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها الا فجملوها فی الطب الحدیث و معنای شیف لغت عبرانی ده. این شیف که اون بالا خوندیم، البته این شیف کجا بود نمیدونم، شیف پیغمبر، لغت عبرانی ده یهودی هبت الله demektir، بخشش خدا. حالا demektir. خب
دیگه اینها رو نخونیم برای اینکه چون اونجا رو نخوندیم فصل قبلی رو، اینجا رو نمیفهمیم. من نمیفهمم، ممکن دوستانی باشن که خیلی هم بهتر بفهمن، این مسائل رو خونده باشن. من اینجا رو چون تعاریف این عالی جناب رو، پس حکمت سبوحیه فی کلمت نوحیه. سبوح یعنی المسیح به فتح البا، المسیح ببخشید این میگه که به فتح البا مسبح، پس اینجا باید بخونیم مسبح. بله، مسبح به فتح البا علی صیغه اسم المفعول قدوس. قدوس به معنی مقدس، اولدوغی گبی، و حضرت نوحی سبویهیه. حالا باید اینجوری بخونیم که به فتح البا بخونیم میشه سبویهیه. غلط شد، حالا اینجا دیگه سخت شد برام. سبویهیه ما بیننده وجه مناسبت budur ki Hazreti Nuh'un meşreb saadetlerine tenziye hakkı galip olmuştu. Zira ol mürselindendir ve Resulün şanindendir ki ümmetini negayis imkaniyeden münezzeh olan vacibul vücudu bizzati zate davet gıle ve ismi gayretiyle müsemma olan ilahiyeden nefy gıle. Egerce ol esnam ve ilahenin meclay ilahi olduğun bilirse de. Pes Hazreti Nuh'un kavmine İslam'a ibadet kılmak galip idi ve Hazreti Nuh aleyhisselam bunları ibadet esnamiden tenzihe kılırdı. Bu münasebetle hikmet sebeviyye kelime nuhiyeye mugarenet olundu ve hikmet nakşide nefsiyeden تأخیرینه سبب budur ki بعد المرتبه. حالا میگه چرا اینو بعد آوردیم اونو اول آوردیم، داره اینجا توضیح. بعد المرتبه الالهیت و المبدعیت عالم الارواح دور و آنلره نقایص امکانیتن حقی تنزیه ایلمک غالب دور. حالا دیگه دوستان کتاب ترکی هستش، از کلمات عربی خیلی زیادی استفاده کرده، جزو کتاب‌های خیلی قدیمی باید باشه که نوشته شده در این باب. من دیگه این کتاب رو فقط توصیه میکنم دوستان این کتاب رو بخونیم، برای اینکه محی الدین عربی نه تنها عارف هست بلکه فیلسوف هست، بلکه عالمه، بلکه دانشمند به زبان این، بلکه یک مخترعه، یک چیز هست. ما با عقاید ایشون آشنا بشیم میتونیم بگیم که میتونیم بقیه علمای بعدی رو بشناسیم. من برم صفحه آخر رو هم بخونیم. فکر میکنم که بیش از یک ساعتی که نه 53 دقیقه است که داریم چیز میکنیم، یه صفحه آخر رو هم ازش بخونیم. به نظر من خوندن این کتاب خیلی راحت بود برای من، با چند تا مشکل اصلی. یک، این کتاب فاقد صدا هست، در نتیجه من این رو بر اساس صدایی که خودم باهاش در کوچه بزرگ خوندم، نه ادبی نه استاندارد. این استاندارد نبود چیزی که من خوندم و ادبی هم نبود. از طرف دیگه این کتاب یک کتاب تخصصی و علمیه، یعنی یک کتابی هستش که در مورد فلسفه هست، در مورد عرفان هست، در مورد تاریخ هست. ببینید تخصصهای مختلف داخلش هست و علمی یعنی دقیقه، داره هر کلمه رو باید تعریف بکنید تا بفهمیم که این کلمه منظور این آدم. ممکنه الان ما بگیم مثلا عیسی، از عیسی یه مفهوم در ذهنمون باشه، ولی این مفهومی که ما در ذهنمون هست اون مفهومی نیستش که ابن عربی مراد میکرده و حتی فیلسوفان دیگر، عارفان دیگر مراد میکردن. ممکنه که دو عارف از یک کلمه دو برداشت و دو معنی متفاوتی رو مراد کرده باشن و ما برای درک یک کتاب باید مفاهیم اون نویسنده که میخواد داخل اون کلمه به ما منتقل بکنه رو بتونیم درک بکنیم، در غیر این صورت امکان نخواهد. از این جنبه میگم که علمیه.
نه اینکه جزو کتاب شیمی و فیزیک و ریاضی و یا مثلا بریم که جزو کتاب‌های مثلا مهندسی هستش. نه، ساختمان مهندس به اون معنی نه، به اون معنی نه. البته ما امروزه دیگه هر چیزی رو که مهندسی باشه و نمیدونم چیز باشه علمی میگیم، در حالی که هر چیزی رو که شما به طور عمیق بررسی بکنید علمی میشه به نظر من. حالا من این 2 صفحه آخر رو هم حدود 10 دقیقه فکر کنم یا 15 دقیقه طول بکشه میخونم که ببینیم چی گفته. فقط اهتدا اول kimse mühtedidir طریق حقده فهو صاحب هدا و بیان فی اثبات الحیرت. پس اول kimse صاحب هدا و بیان در اثبات حیرت حضرت şeyh Fusus'un bir mahallinde buyurur. Hazreti Şeyh Fusus'un, yani kitab Fusus, Nakş Fusus'un bir mahallinde buyururlar ki vel haire yeteharruku bil harekat duriye لأنه يرى مطلوبه مع كل الموجود في دائرة الوجود. پس محمدیون که سلوکی دوریه‌دür پس محمدیون که سلوکی دوریه‌دür müstetile değildir. Duriye dairedir, müstetile değildir. Müstetil نیست حرکت محمدیه. Değildir. Zira daire vücududa matlubların müşahede ederler. Ançun hairlerdir ve heyret iki kısmıdır. Bir kısmı heyret mahmude ve bir kısmı heyret mezmumedir. Mahmude yani heyret mahmude müşahede Mevla والا و نعما و ولا و ولا و صفات و اسمادن حاصل اولانdır و حیرت مذمومه دنیا و ما فیها و محبت ما سوا و مشتهیات نفس و هوادن حاصل اولانdır. پس şu kimse غلنایت bu kimse bu kimseye غلنایت یزدانی و هدایت سبحانی دلیل و هادی اولا. اول kimse حیرت محموده ایله متحیر olur و ورد زبانی پیغمبر واروب زدنی پیغمبر وار ربی زدنی فی که تحیرن دعاسنی. حالا الان باید دوباره برگردیم. حیرت محموده ایله متحیر olur و ورد زبانی پیغمبر وار ورد زبانی پیغمبر وار ندی ربی زدنی فی که تحیرن دعاسنی قلور. و حضرت ابن الفارز bu iki kısmı heyrete işaret buyururlar şiir. Ve ma ahtarat hubbike مذهبا فوا هبرتي يا هيرتي إن لم تكن فيك هيرتي اللهم اجعلني من المتحيرين وفي محبة ذلك والمحيمين مولهين في صفاتك واجعل قلبي متوجها إليك وروحي وسري لديك يا مجيب السائلين لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أجيب دعاء مشتاقك ورجاء أشاقك بحبيبك ونبيك يا أرحم الراحمين. تم الكتاب بأون الله الملك الوهاب قد وقع الفراغ في تحریر هذا الكتاب المستتاب عن يد الأضعف العباد. حالا خودشو معرفی میکنه. شیخ علی به طریق سعدی فی وقت الظهر من یوم الاربع فی غرة رجب، ظهر روز 4 رجب المرجب، حین
اکون و مسافرن، مسافر بوده در یه جایی، فی فهمیه ادرنه، این یه جایی هست در ادرنه. حالا فی محمیت ادرنه احتمالا باشه، فی محمیت ادرنه سانه الله من الآفات و البلیه فی سنه، در چه سالی؟ حالا این آدم در پس روز ظهر روز دوم رجب که مسافر هم بوده در یه جایی در ادرنه به اسم فهمیه، در اونجا بوده. حالا این اسما رو عوض کردن که فهمیه یا محمیه الان در ادرنه احتمالاً وجود نداشته باشه، بعض از آتاتورک اینها رو عوض کردن احتمالاً. سانهو ادرنه سانه الله، اینم که از اون چی؟ من الآفات و البلیه فی سنه، چه سالی؟ 28 و 200 و الف 1227 1228 ببخشید 8 من الهجرت من له الارض و الشرف. اینجا به چیزم 1228 درست خوندم پس عربیشو، 1228 تمام شد. این کتاب رو حدود 220 سال پیش این کتاب رو نوشته این انسان شریف، که در شرح کتاب نگوشن فسوس چی شد؟ بذارید برم کتاب رو دوباره پیدا بکنم اینجا. نقش فسوس در شرح کتاب نقش فسوس که کتاب، حالا اینجوری بگیم، پس اگه بخوام اینجا خلاصه بکنم در 2-3 دقیقه، بسم الله الرحمن الرحیم. امروز کتابی رو به دستمون گرفتیم که 93 صفحه هستش. بذارید ببینیم این 93 صفحه، بله 93 صفحه هستش، یعنی میشه 186 صفحه هستش این کتاب. حالا برگردم اینجا ببینم که آیا اینجا یه صفحه ازش گذاشته. 91، اینم 92، اینم 93. بله این کتاب 186 صفحه هست. این کتاب رو در 1228 نوشته. نویسنده اسمش رو 2 بار مشخص کرده که بذارید ببینیم اگر آخرش برگردیم، آخر کتاب اسمش رو گفته بود که اولش هم گفته بود، البته کامل معرفی کرده بود خودشو، این آخرش هم انید لذت شیخ علی این کتاب رو نوشته. این کتاب شرحی است بر کتاب عالم بزرگواری که در جهان اسلام و در جهان غیر اسلام نقش بی همتایی داشته و اسم کاملش اینجا محی الدین عربی ما میشناسیم، ولی این کاملش این هستش، محی الملت و الدین ابو عبدالله. اینجا ابو عبدالله محمد ابن العربی الطائی الخاتمی الاندلسی، این اسمش اینه. این کتابش بود که اسمش بود نقش فسوس. یک کتابی نوشته که چون عربی هست و ترک‌ها این رو نمیتونستن بخونن و یه آدمی به نام جامی، عبدالله جامی بود ها، یک کتابی نوشته بود، عبدالرحمن جامی یک کتابی برای یه شرحی برای کتاب نقش فسوس نوشته بوده که چون از زبان فارسی و ترکی و عربی استفاده کرده بود، باز هم برای ترک‌ها خوندن این دو زبان سخت بوده. در نتیجه این آدم که الان اسمشو معرفی کردیم حضورتون اومد و این کتاب رو به گفت من به ترکی ترجمه میکنم این رو تا ترکا بفهمن این کتاب رو و شرحش بکنه، ترجمه نه شرحش بکنه که ترکا بفهمن. ولی شرح این آدم هم پر از کلمات عربی و فارسی هستش.
به خصوص عربی. حالا در شرحش خیلی من کلمات عربی ندیدم، ولی در اون مقدمه‌ای که نوشته و اظهار فضلی که کرده واقعا این آدم فاضل هست. یعنی 3 زبان رو اونقدر مسلطه که میتونه برای یک کلمه مترادف‌های اون کلمه رو در 3 زبان پیدا بکنه و کنار هم بچینه و جمله رو زیبا بکنه. البته سخت میشه خوندنش، ولی خب اون در اون زمان اینجوری نوشتن یک کار هنری البته یک کار هنری بسیار سختیه. واقعیت اینه که شما الان فکر بکنید که بخواید یک کتاب بنویسید مثلا زبان آلمانی و زبان انگلیسی و زبان مثلا ترکی رو بزنید کنار هم که عین هم باشین کلماتش بنویسید و این جمله رو خوب بکنه، جمله رو خراب نکنه. شما بتونید یعنی انگار که یک زبان رو دارید میخونید. یعنی من اینجا مثلا الان فرض بکنید فقط یک جمله میخونم برای اینکه بریم صفحه 50، من از صفحه 50 یک جمله فقط بخونم و بعد تمام. متنبه اولک her şeyin مرجع و مسیری آنادر و کلینین توجهی و تعلیقی اودر. نگاه کنید، یعنی شما متوجه نشدید که اینجا عربی بود، فارسی بود، ترکی بود، همشو خوندیم. البته بیشتر عربی بود تا ترکی، فارسی هم درش نبود. مثلا اینجا یعنی در متن کتاب در این قسمت ها از مقدمه که خارج میشه وارد شرح کتاب نقش فصوص میشه، اونجا دیگه از کلمات فارسی خیلی کم استفاده میکنه ولی از کلمات عربی استفاده میکنه. به هر حال کتاب خیلی جالب هستش برای فهم فلسفه و عرفان و تاریخ افکار. باید ما این کتاب رو بخونیم. 3 تا 4 تا ایراد من داشتم، خودم متوجه شدم. خط رو راحت تر خوندم نسبت کتاب‌های قبلی که تلاش می‌کردم بخونم. خط رو راحت خوندم. این کتاب چون استاندارد نبود، یعنی صداهای ا ای او آ ای او را نداشت و تشدید رو نداشت، خب من بر اساس اون ذهنیت خودم از حروف، شکل حروف صداها رو در آوردم و این غلط بود، قطعا غلط بود. دوم که ادبی من نخوندم برای اینکه این به یک سبک ادبی خاصی باید بلد باشی. 4م این بود که اینها تخصصی هستن و علمی هستن و من اونها رو بلد نبودم. درجه این مشکلات رو درش بود، ولی به نظر من در این 1 ساعتی که تا اینجا 1 ساعت و 7 دقیقه‌ای که صرف کردیم میتونم بگم که نسبت کتاب‌های قبلی که میخوندیم، البته در اونجا تلاش میکردم به فارسی ترجمه بکنم یا به ترکی ترجمه بکنم، به ترکی امروزی خیلی کم، ولی خیلی وقتی که دیگه تلاش میکنم 1-2 روز تلاش میکنم ترجمه نکنم، برای اینکه میخوام کتاب رو نشون بدم که این کتاب هست و من درش بی‌سوادم، این کتاب وجود داشته و ما ازش بیخبر بودیم. این هم از این. خب روزتون بخیر، خدا نگهدار، به امید دیدار. احتمالاً یه استراحتی بکنم دوباره یه کتاب دیگری رو بخونم، ولی خب دیگه هر کسی از زنده خودش رو یاره.